در این مورد بیشتر گفتگوی داریم با دکتر حمیدالله مفید، آگاه روابط بین الملل که از طریق نت با ما وصل هستند. دکتر صاحب سلام، وقت بر شما بخیر. درود و مهر به شما قدبانو دکتر کاموار بزرگوار، همکاران تکنیکی صاحب تان جناب هاشمی صاحب و همداد صاحب مسئول و بینندگان گران ارجمند دو مهر سلام خود تقدیم کنم و در خدمت شماست. سلامت باشین. دکتر صاحب، ارزیابیتان از ادامه تنش‌ها بین کابل و اسلام آباد چیست؟ پاکستان به تازگی فشار و ستم بر مهاجران افغان را شدت بخشیده، گویا که کشورهای منطقه به معضل افغانستان و پاکستان کشانده شدند. ایران از برگزاری نشست منطقه‌ای برای کاهش تنش بین کابل و اسلام آباد دنبال چی است؟ پاکستان البته در اوضاع کنونی دشواری‌های بزرگ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که در کشور رخنه کرده و به ویژه تقریبا یک قرضه در حدود 286 میلیاردی که از صندوق جهانی و کشورهای مختلف داره، وضع بحرانی در داخل اقتصاد کشور، عدم تنظیم سیستم مالی کشور، بودن بوروکراسی و قدرت‌نمایی دوباره ارتش با استفاده از قانون جدید، اینا عواملی هستند که کشور پاکستان در اوضاع کنونی تقریبا در یک نوع خب البته جنگ داخلی یک سال دو سال به طرف داخل پاکستان، جنگ با TTP، جنگ با مجاهدین مختلفش، جنگ با گروه های آزادی بخش بلوچستان، در مجموع کشته شدن یک تعداد زیاد سربازان افسرانش، اینا از عوامل هستند که پاکستان در حد بحرانجی سیاسی کنونی قرار داده. بدون شک این کشور میخواهد تا اذهان جامعه را به طوری برگردانه که مردم فکر کنند که تمام دشواری‌ها برمیگرده به مسائل مناسبات با افغانستان. البته در افغانستان هم شرایط و اوضاع طوری است که باید به مسائل داخلی خودشان بیشتر با نگرش بنگرند. در این حالت کشورهای جهان از جمله چین پافشاری بسیار جدی و مذاکرات سی جانبه داره. روسیه هم پافشاری داره. شما شاهد هستین که ترکیه و قطر هم با یک پافشاری بسیار جدی در این مسئله که دوباره بین دو کشور البته جنگ سه روزه که دوبار در بین افغانستان و پاکستان واقع شد و تلفات دادن در دو طرف، هم از عوامل است که کشورهای منطقه و جهان در مورد افغانستان به تشویش کشانده. از جمله کشور ایران است. آقای عباس عراقچی طی تماس تلفنی با وزارت خارجه افغانستان تماس گرفته و میانجیگریش به مثابه یک دوست مشترک افغانستان پاکستان، کشوری که مرز مشترک میان افغانستان پاکستان داره، خواست تا تقریبا تمام دشواری‌های منطقوی را به شمول مناسبات بین افغانستان ایران، مناسبات پاکستان ایران و افغانستان پاکستان در کل به بررسی بگیره و باعث یک میانجی که هم از لحاظ زبانی و از لحاظ منطقی و از لحاظ تاریخی با افغانستان و پاکستان مشترکات قابل نگرش دارند در این مسئله دخالت کنه. همین خودش موجب شده که تا آقای عراقچی باعث یک مصلح در مسئله دخالت کنه و بر دو طرف تماس گرفته، نه تنها با افغانستان که با پاکستان تماس گرفته، با مقامات وزارت خارجه پاکستان و پیشنهاد خود و منظور از اینکه این دشواری‌ها را حل کنه مطرح کرده. بله. چرا با علی الرغم آمدن هیئت از ترکیه و پاکستان و افغانستان و خود سازمان میت یا مسئول اطلاعات امنیتی ترکیه نقشی بسیار بسزا در این مسائل با دو کشور داشت، اما متاسفانه ما بینیم که این دشواری در مو بسته که قرار داشت قرار گرفته. حال ایران دخالت کرده. ما امیدوار هستیم که ایران باعث سال بالخیر بتونه که این دو کشور در یک میز مذاکره به یک توافق برسانند. البته طرف پاکستان که بسیار واهی است و تقریبا از جانب اکثر کشورهایی که در این مسئله دخالت میکنن نادرست پنداشته شده. امیدوارم که پاکستان یک مقدار گذشت کنه تا در منطقه صلح بیاید. بله. گویا پاکستان از تلاش‌های ایران استقبال کرده برای تهران و کابل اهمیت زیاد دارد یا برای اسلام آباد به نظرتان؟ به هر دو طرف. ایران البته مناسبات بین ایران و پاکستان یک مقدار صمیمانه تر است و با افغانستان هم مناسباتشان قابل مثلا دید است، وجود داره اختلاف نظر بسیار محدود سره و بیرمند است چند وقت پیش تقاضا کردن که مقدار رقابه را بلند بره. با افغانستان خیلی دشواری ندارن، چون با پاکستان و ایران هم یک جنگ یک هفته‌ای داشتن چند وقت پیش. شما شاهد هستین که از گروه های ریگی که در پاکستان هستند با آزادیخواهای بلوچ
و سیستان و بلوچستان، رویدادهایی که رخ داده در پاکستان، ایران و پاکستان همچنان مناسبات زیاد صمیمانه تر نداره. یعنی هر سه کشور در منطقه با دشواری روبرو هستند. البته طرح ایران که باید به طور قطع بین دو کشور صلح به تقریبا بحث میانجی است. خب یک مسئله وجود داره که مبارزه از یک هر سه کشور در مبارزه علیه تروریسم است. فقط در اینجا نام تروریسم و نام کشور سازمانایی که باید توریستی خوانده شود اختلاف نظر وجود داره. اما در مورد یک سازمان که داعش است، هم ایران بس تلفات داده، هم در افغانستان تلفات گرفته، هم در پاکستان البته تلفات کمتر داره، ولی مثلا در روسیه داره، در کشورهای دیگه هم، در تاجیکستان داره، در کشورهای دیگه هم تلفات داشته. درست. و هم و از طرف دیگه این موضوعی که طبق معمول و همیشگی است، وزیر دفاع پاکستان همچنان به اظهارات خصمانه‌اش ادامه می‌دهد. آیا انتظار میره که دو طرف به میز مذاکره برگردن و در چنان صورت نتیجه چی خواهد بود؟ باید خود آواز شما آواز ما است که بونو دکتر شد؟ بله. خب بسیار. البته پاکستان با تهدیدها و فشار مختلف، من پیشتر عرض کردم براتون که در مناسب یا مناسبات دیپلماتیک و امنیتی در مقامات مختلف پاکستان در افغانستان با دیده های تقریبا پارادوکس می نگرند. یکی از دیده های پارادوکس یا متضاد دری است که وزارت خارجه با وزیر خارجه معاون صدر اعظم پاکستان به این بار است که باید از طریق مذاکرات ما دشواری را حل کنیم، ولی دیدگاه آقای وزیر دفاع خواجه آصف این است که همیشه با تهدید و تهدیدآمیز داره. سخنگوی وزارت دفاع با تهدیدآمیز است، ولی وزارت خارجه معمولا طرح به مذاکرات و به حل دشواری از طریق مفاهمه برسند. این در خود پاکستان است. اما وزیر دفاع شخصا خواجه محمد آصف و یک مقدار زیاد رئیس در تشکیل که آقای فیلد مارشال عاصم است، و یک مقدار به اصطلاح در مورد افغانستان با دید شک و از دید بالاتر و یعنی از دید زور مسائل مطرح میکنه. به هر حال در پاکستانی مسئله است. پاکستان و وزارت دفاع میخواد با تهدید و با تخویف که یک بخش از مناسبات سیاسی در جهان تشکیل میده، چنانکه کمیل اعظم ما میبینیم که آقای ترامپ هم کشور ونزوئلا را با تهدید میخواد که به سرش بقبولونه که تغییر در رژیم به آقای مادورو تبدیل شود. با تهدید پاکستان هم با استفاده از این تهدید به اصطلاح تخویف و تهدید که یک بخش از سیاست میرسونه، میخواد که در افغانستان خواستایشانه که گویا افغانستان باید فتوا بده که تی تی پی حرام است یا ممنوع است، و یا تی تی پی باید یک سازمان سیاسی شناخته شود، و یا تمام اعضای تی تی پی رو به افغانستان انتقال بده، افغانستان متحد شود. تی تی پی بالای پاکستان حمله نمیکنه. یک طرح واحده سرش پاکستانی میکنن که اگر امکان داشته به یک مقدار از افغانستان بپذیره، ولی بازیگیری افغانستان همیشه نسبت به مسائل مربوط به مناسبات یا حل دشواری‌هایی که در پاکستان وجود داره همیشه از طریق همین بوده که باید به میز مذاکرات مسائلی که مطرح میشه عینی باشه، قابل قبول باشه و طرفین باید دویج مسئولان داشته باشن. البته این دشواری وجود داره. ما امیدواریم که یک راه حل در منطقه پیدا شود. در غیر با تهدید، تخفیف و زور هیچ امکان نداره که مناسبات کشور در آینده هم درست شود. و البته جنگ هر دو طرف نمیخواین، نه پاکستان میخواین نه طرف افغانستان، ولی با هم حال این فشار جریان داره. بسیار تشکر دکتر صاحب از حضورتان در برنامه.